من امروز اینجا با خبرنگارای خارجکی هم صحبت میکنم، به شرطی که خودمونی نشن یه بحث رو وردارن ببرن تو تروریسم و از این حرفا. فهمیدین یا نه؟ نظام ما، نظام الهی ما همیشه قربونی تروریسم بوده، مقام عظما همیشه قربون تروریسم رفته، بقیه هم دنبالش. حیاتی را بنداز قضیه رو بینه. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه جناب آقای دکتر اشاره به مسئله مبارزه با تروریسم کردند، کشور ما در واقع یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده همیشه. مطلب دیگر این که با توجه به اینکه امسال هم توسط مقام معظم رهبری سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، اجازه بدید که آغاز کنیم با یک سوال اقتصادی. آدم با چنگال ماست بخوره، گیر آدم شوت باشنگ نیفته. قاطی کردی تروریسم و اقتصاد همه چی رو بافتی به هم. خدایا اگه خواستی مشنگا رو شفا بدی، این حیاتی رو بذار تو اولویت. سوالاتون رو بکنیم بینم. یک سال پیش رئیس جمهور ایران به تشکیل ائتلاف بین المللی علیه خشونت و تروریسم دعوت نمودند. اخیراً هم دولت آقای اوباما دعوت به تشکیل چنین ائتلافی نمودند، ولی ایران و سوریه رو مستثنا ساختند. ایران هم اخیراً دعوت به تشکیل ائتلاف منطقه‌ای نموده است. به نظر حضرت عالی کدام یک از این دو تا ائتلاف میتونن کارایی بیشتری داشته باشن؟ برو وانستا حوصله‌تو ندارم تا دهنم باز نشده. تو هم تنت خورده به تنه ای حیاتی گیج شدی، خودت 3 تا اطلاع بیش بری، بعد به من میگی بین این دوتا کدومش بهتره؟ ناکس. به مشنگه گفتن چند تا بچه داری؟ گفت 3 تا. گفتن این که 4 تاست. گفت نه اون یکی همیشه پای اینترنته، فقط وقتی برق قطع بشه میاد از اتاق بیرون. جناب آقای دکتر، دیروز آمریکا تعدادی دیگری از شرکت‌ها، افراد و حتی چندین نفتکش رو در لیست تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داد. خیلی نامردی بود، کشیده افسری بود تو گوش نظام. اگه همچین سیلی رو به آدم بزنن تا 2 هفته به دیوار سلام میکنه. ضمن یادت نره ناکس، تو خودت همون خبرنگار شوت مشنگ شبکه خبری که از مذاکرات گزارش میکردی که همه چی داره حل میشه، همه چی خوب پیش رفته اینها، یادته؟ حالا میگی که این جفت کشیده که خوردیم چرا جاش درد میکنه؟ چند ماه طول کشید تا تو یکی دوزاری رو افتاد. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفت فروشگاه عصبانی شاکی، گفت این گردوهایی که بهم فروختین توشون ترشه. یارو گفت ناکس اینا که لیمو امانیه. البته از نظر استراتژیکی من به مقام عظما هم گفتم که این تحریم‌های جدید نشون میده که اوضاع نظام تو مذاکرات زهرقرون و تو عراق و این طرف اون طرف بد نیست، داغونه، ضایعه، ریختم و به بی حالم و نپرسه. الان دیگه سوال در مورد خاکیه که عظما باید بریزه تو سر خودش. اجازه بفرمایید این سوالم پاسخ بدید. لوس نکن دیگه خودتو، رو بد دادیم آستری هم میخوای ناکس. حالا شاید در سوالات دیگر همکاران سوال شما مستدر. تو نمیخواد اینجا جست صابخونه بگیری، آدمو سگ بگیره جو نگیره. یه نصیحت بهت بکنم، همیشه سعی کن خودت باشی، ولی اگه اینی که الان نشون میدی خودتی، همیشه سعی کن خودت نباشی. این حیاتی هر دفعه وارد میشه قضیه رو درست بکنه خرابترش میکنه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفته بود تشییع جنازه فامیلشون تو قبرستون، صاحب از خورما تعارف کرد، مشنگه بلد نبود چی باید بگه، گفت مبارک باشه. داداش مشنگترش دید خیلی ضایع شد، اومد درستش بکنه، گفت منظورش خونه جدیدشونه. همونجور که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه‌گران تاکید فرمودند و فتنه رو خط قرمز نظام اعلام کردند. در مورد جنگ و دعوای تو نظام، پارسال که سال مار بود، جناحات چپ و راست به هم نیش زدن.
امسال که سال اسبه دارن جفتک میزنن چه جور، سر همه چی با هم مخالفن و فک همدیگه رو نشونه میرن. الان فضای دلواپسی زیاده تو این روزها، می‌خواستیم کمی ما دلواپس باشیم. خیلی دوست ممنونم. نکن دیگه خودتو، چقدر خودشو تیز و بز میدونه. خیلی احساس میکنی روح چرچیل توت حلول کرده، ولی من تایید میکنم که تو رو اگه بازیافت بکنن به صورت دمپایی برمیگردی به چرخه طبیعت. تایید کردم. به خاطر تحریم باز هم مشکلات زیادی بین در تبادلات تجاری بین چین و ایران وجود دارد. شما از چین چه انتظار دارید؟ خانوم الان اوضاع یه طوری شده که چین و ماچین هم دیگه نمیتونن کاری بکنن، تعارف الکی که برای ما پول نمیشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه مسافر سوار ماشینش کرد، بعد اومد پول مسافر رو بده 100 تومانی نداشت، گفت خب بیا به جاش در محکم ببند. چین خودش بس که ما رو چاپیده باید بره چاپخونه رنگی باز بکنه، چیزایی رو که ما میخوایم که شما ندارین که بدین. که مشنگی ساندویچی باز کرد، مشتری اومد گفت آقا یه ساندویچ کالباس بده ولی خیارشور نذار. گفت ببخشید خیارشورم تموم شده، میشه گوجه فرنگی نذارم؟ سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آقای دکتر گرچه در مورد موضوع هسته‌ای شما صحبت کردید، اما من به صراحت میخوام شما به یه سوالی رو جواب بدید. آقای دکتر ظریف بارها گفتن که متن پیشنویس توافق نهایی آماده است و پرانتزها و نقطه چین‌هایی در اون وجود داره نیازمند یک توافق سیاسی هست. آیا با توجه به بداخلاقی‌هایی که هر از گاهی از آمریکا و از سوی برخی کشورهای 5+1 مشاهده می‌کنیم، آیا این توافق سیاسی شکل خواهد گرفت تا ما به اون تفاهم نهایی برسیم یا خیر؟ خانوم این جست و پوزای بیرون مذاکره رو که برای شیرمالی سر بسیجی هست قاطی نکنی با حرفای توی مذاکره، کار دستمون میدین آخر. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن پشه که مست بکنه میره دم کارخونه پیف پاف عربده میکشه. در مورد توافق سیاسی هم منتظر باشین تا بیاد. منظورم اینه که به مشنگه گفتن که برو خبر مرگ پدر همسایتون رو بهش بده. رفت در خونهشون در زد، گفت بابات هست؟ پسره گفت نه شب میاد. مشنگه گفت پس حالا بشین تا بیاد. شما فعلا بشینین همینجا تا جوابای بعدی براتون بیاد. من که خسته شدم، میرم از این کنفرانس مطبوعاتی. اگه